بوی تکذیب. فردا تو فقط ما مغزت بگو، چون اگه قلبت بفهمه میفروشدت به چشات. آره نه نمیخوام بگم من خیلی عرق خور و دعواییم، 6 صبح سر کار و 6 شب خونه، بعضی وقتا نمیرسیدم بخورم از شونه. انتخاب ریل نداشتم، گفتم بیل من این نیست پیداش کردم، دادا همون اوستامونم غریبه نبود عمومه، فکر زدن رگ میومد به مغزم تو همومه. یکی بیاد بگه پویا هنوز زنده است، بگه نه تموم. کلماتم از سری نداشت، جملاتم میکرد کمونه، تفنگامونم که جواز نداره دشمنا رو میزدیم با کمونه. مردم نمیدونن این پسر تو پیره، میگن این که خیلی وقت جوونه. آره تو این مملکت خنده گرونه و غم ارزونه، اینگه آینده بچه های مملکت هم افسونه. هر کی هم درسش خوبه میگن خرخونه، از زیادی فشار روی شونه ها بهترین حرکت باشگاه سرشونه. خیلی ها ما رو از بیرون میبینن ولی بهار ما خیلی وقت خزونه. برا خوشحالی رفیقا میشدیم روونه اخونه، شبونه بالا رفتن در همومه، دزدیدن یک کمی پول خزونه. برا اخلاقشونه که از مردونه، ادب و مرامشون تو قلبمون محفوظه، برا دشمناشون هم رفتارمون منفوره. تا حالا حرفت تو دلت مونده؟ مثل اینه که یکی دستتو خونده، حکم داری ولی کوت شدی، اینگاه زنده وارد تابوت شدی. نیست همه دست زارود، فشار اومده به کمر و زانود، زیر پاد ریختن کمی بارود، داوود شدی مقابل جالود. غرور داری نگرفتی به دست جارو و نکردی یک کمی برف و پارو. موشک میزنه ایران به طرف اسرائیل، زب میکنه حسن و مثل اسماعیل، از بیرون مثل لامبور، از درون یه پیکان اسقاطی. گازو ول میکنه تو خونه مرگ و میگیرن تو آغوش، میبافتن براش پاپوش، خیلی جا غلاف کرده چاقوش. پول نداره بخره حتی یه استکان آبجوش، سر پا وایساده برا آبروش، ولی خدا میدونه یه زندگی خوب بود آرزوش. شب که میشد مست بود، برا رفقا دم دست بود، خیلی جنگی و سرسخت بود، نسخ یال خوب بسته به تخت بود. آره نسخ یال خوب بسته به تخت.